اما سوالی که حضرت حاجی اکا نمودند که آیا مرد میتواند که حقوق طلاق را به دست زن بدهد یا به اختیار زن بدهد؟ به مانند اینکه هر وقتی که خواستی که از من جدا شوی، یعنی طلاق بگیری، بدون که تو طلاقت رو گرفته، یعنی اختیار طلاق در دست تو است. اگر خواهی کی که خواستی که از من جدا شدن خواهی، طلاق گرفتن خواهی، طلاقت گرفته است، طلاقت رو داده. البته این مسئله رو گفته نمی شود که مرد اختیار طلاق رو به دست زن داد. اصلا در شریعت مرد حق ندارد که اختیار طلاق رو به دست زن بدهد. یعنی این چنین عقد باشد و این چنین بین زن مرد این چنین یک عقد باشد و شرط باشد که طلاق در دست زن است. زن کی که خواست مرد رو یا که طلاق رو بین همدیگر رو صادر میکند. این چنین چیز جایز نیست و حرام است. اما مسئله که برادر ذکر میکنند، این مسئله یعنی همچنین نیست که گویا مرد طلاق رو به اختیار زن داده است. این مسئله رو طلاق و شرط میگند. طلاق و شرط این یک طلاقی که مرد میگه زن هر وقت که از خونه به اجازه من برآمدی تو طلاق هستی. مثال شرط موند، وقتی که زن از همون دروازه میبرد به اجازه اعوذ بالله بگیم شوهرش، چی میشه؟ طلاق میشه. یا که دیگر از شرط ها، مثلا بعضی از جهلا میگد که اگر دختر تولد کردی طلاقت داده، دختر تولد میشه طلاقت داده. این هم به مانند همین که میگد هر وقت که از من جدا شدن خواستی، هر وقت که از من طلاق خواستی یا که میخوای که من طلاقت رو بدم، هر وقت که همین چیز رو خواستی دون که من طلاقت رو دادم. این طلاق شرط شد. همین سخن رو وقتی که مرد گفت، زن وقتی که طلاق رو خواست به مجرد همین مطلقه میشد، یعنی طلاق صادر میشد. البته سه طلاق یا یک طلاق، قول راجح این است که یک طلاق صادر میشد و البته این جایز نیست و این درست نیست. این طلاق علی شرط، طلاق شرعی نیست. یعنی انسان نباید کنه طلاق، یعنی این چنین طلاق دادن در قرآن و سنت وارد نشده است، جایز نیست، گرچنده که طلاق میافتد، بارک الله فیکم. پس این رو ما این مسئله رو این نمودی مسئله رو نمیگیم که دادن اختیار طلاق به دست زن، بلکه میگیم که این طلاق بر شرط است. یعنی مرد شرط میموند که اگر فلان چیز رو خواستی یا فلان کار رو کردی طلاقت رو میدهم. بعد از اینکه همون زن همون کار رو خواست یا کرد طلاقش میافتد. بارک الله فیکم.